داشتن تو چشمه از ساغر که اگر کس ماهیش بگیره بخوره ببره با خود که آفت میای بالا است. مثلا اتفاقای بعضی بیامده بگرفت مثلا موتر چپ شد و بعضی گرفت اتمر میخورده. بیادر بیان که از این نمیشه کم او طرف بریم. کالمار ما بسیار یک مسیر طولانی را پیش روی خود داریم. به نام یاد خداوند. سلام افغانستان، شرق است، خوش آمدید، خوشگل دزلر. درود بر تمام شما هواداران برنامه قریه به قریه. آرزومند هستم از هر گوشه و کنار این سرزمین زیبا که ما را بیننده هستین جور صحتمند سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطندارای عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه قریه به قریه. ما هنوز هم به ولایت باستانی غور هستیم. در غور در ولسوالی ساغر هستیم، یکی از دورترین ولسوالی های غور. تا رسیدن به این ولسوالی باید 2 شب و روز منزل کنیم تا ایجا خدا برسانیم. هموطنان عزیز، و قریه هایی را که شما میبینین مثل قریه های مشرق زمین، تپه به تپه یا بام در بام براتون بگویم، در تپه های مختلف ایجا بنا شده. نامای قریه را نمیفهمیم. ان شاء الله میریم امروز از یک قریه نه بلکه از چندین قریه دیدار می داشته باشیم. تا جایی که ما معلومات دارم اینجا میگن یک منار است که 300 سال پیش از منار جام آباد شده. بریم ببینیم. ما شما منار جام هم دیدیم که تخریب شده بود متاسفانه. بریم ببینیم که این منار که 300 سال پیش از منار جام آباد شده و اینجا بنا شده، ببینیم که این چی رقم یک منار است. میگن تال را ثبت هیچ نهاد هم هیچ جای هم نشده، هیچ اطلاعات فرهنگ هم نامده و هیچ کس از این منار خبر نداره. و همچنان اینجا یک جای داره، یک حوض داره که مایای بسیار جالب دارن. میگن تا جایی که من معلومات دارم، میگه هر کس که از این جای ماهی بگیره، از این حوض که در قریه است ماهیش بخوره، حتما سر خانوادهش، سر عضو فامیلش یک آفت میه. جا داره تشکری خاص داشته باشیم از حامی مالی برنامه ما، شرکت صنعتی پامیر سیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در افغانستان. پامیر سیکلت همیشه برتر، همیشه ماندگار. عزیزای بیننده، ما آهسته میریم به طرف پایین قریه. بزرگای قریه منتظر ماست. ان شاء الله برنامه خود آغاز میکنیم. کچان یک جای میشیم، ببینیم که امروز چی چیزا را میتونیم به تصویر بکشیم. آرزومند هستم تا آخرین دقایق این برنامه را با ما همراه باشین و از دیدن یک قسمت برنامه قریه و قریه دیگه لذت ببرید. هموطنان عزیز، تشکر از تمام شما عزیزان که تا با ما همراه هستین. بلندی ها و پخشی ها در قریه‌جات بسیار زیاد می باشه و خصوصا ما در یک فصل بسیار خوب آمدیم که اینمی بلندی ها و اینمی کوچه و پس کوچه را اینمی درخت های سرسبز پوشیده، اینم تو بسیار یک نمای مقبول داره. ما از بس که زیاد در تپه ها بلند شدیم پایین شدیم، یک دو دقیقه گفتیم همیشه استاچیم دم موتورسیکل ما هم را راستش و باز میریم بخیر به طرف قریه. شما خانه ها را ببینید، یگان دانه خانه که باز به اون شکل که یک رنگک مقبول، چی از چی رنگای استفاده کرد، رنگ سفید، زرد و سرخ در کلکینش، چی یک نماگک داره اینجا. جا داره تشکری خاص داشته باشیم از حامی مالی برنامه ما، انرژی آیس کینگ. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را احساس نموده و از لحظاتتان لذت ببرید. ما یک گلوی تازه میکنم. ان شاء الله ما تو سفر خود ادامه میتیم. به نظرم اگر اشتباه نکنم در شروع قریه هستیم. این اولین قریه است که میایم. بعد از او باید او طرف که میرین دیگه کوه هاست، دشت هاست که به طرف ولایت غور، شهر فیروزکوه راه رفته و اینمی شروع قریه هاست. راه واقعا که بسیار خراب است، بسیار زیاد خراب است. به هر صورت خدا رحم خدا کنه، ان شاء الله که با گوش بزرگا کسایی که در رأس هستن برسه و غم می سرک خورده شود. شما میتونین در سفرهایتان از انرژی خوشمزه آیس کینگ استفاده کنین. یک چند تصویر زیبا و دیدنی را بیننده باشین
انشالله من میره بخیر هم تو طرف بالا با ما باشه. عزیزای بیننده والا آفرین همین مردمی که همیجا زندگی میکنه. شما ببینین خاک این قسمت ها رو ببینین، یک قدر خاک داره. سرک خام است ولی خاک یک رقم چرب است. السلام علیکم. مانده نباشین. سلام، خسته نباشین. سلام علیکم، خسته نباشین. شما خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر چیال دارین؟ بخیر هستین؟ سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ بخیر. سلام. سلام. خسته نباشین. خوب هستین؟ بخیر. حاجی صاحب خوب هستین ان شاء الله؟ حتما بخیر هستین ان شاء الله. همیشه با ما جای میتین؟ یک شوخی کنم دم شروع با شما. خوب هستین ان شاء الله؟ فضل خدا شما خوبین؟ اما قدش و بیابان و جاهای افغانستان ایلا دادین آمدین به این ولسوالی که یک قدر خاک عزیز. شما ببین وقتی که خاکش به انسان تچ میکنه دیگه دلش نمیشه پس بره. یک مطلب میگم هر چا تو خپل وطن کشمیر دی خو. بشک. خوب هستین؟ فضل خدا شما خوبین؟ خیر. میشه خدا معرفی کنین با ما؟ بله. اسم دکتر عبدالله از ولسوالی ساغرم از خیری کنار. بسیار خوب. این دوستای دیگر هم با ما معرفی میکنین؟ عبدالهادی خان از بزرگا و مسافرای قلعه دیقوزی ولسوالی ساغرم. بله. و در کنار آخوندزاده صاحب ملا رسول سمیم یکی از کارمندا و مسافرای قلعه. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. چه خوب یک جای استاد شدین، کوچه هم سربسته است. این مسجد قریه دی تاج الدین. خب دکتر صاحب نام قریه چی است؟ قریه دی تاج الدین. دی تاج الدین. بله دی تاج الدین. بسیار خوب. آخوندزاده صاحب شما خوب هستین؟ الحمدلله فضل خدا. خیر هستین ان شاء الله؟ شکر بخیر اومد. شب و روز بخیر میگذره. سفر بخیر باشه. تشکر که کارمندای تلویزیون به اینجا تشریف آوردند. خیلی ممنون. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شکر فضل خدا. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. تشکر. خب اینجا خوب است باز در از این منطقه‌ای که ما آمدیم دیدیم این منطقه را. یک خوبی از اینجا خوبیشی است که هم آب فراوان دارین هم سرسبزی دارین بازار کنارش. آب دولت غور امی ولسوالی ساغر در اصل معنا سرسبزی و دار و درختی خوشبختانه بیشتر، اما امسال امی سردرختی مار تمام یخ زد، جال زد، یخ زد دیگه. منطقه سرسبزی هست منتها به حساب اقتصاد مردم یک اندازه ضعیف، اگر نه به حساب سرسبزی خوب بسیار خوبه. خوب است. به نظرم سر راه استاد هستیم. بین که قدم زده بریم دکتر صاحب. بفرمایید بین که بریم. خب در این قریه چند دانه خانه است دکتر صاحب؟ شاید در قریه 1000 فامیل باشه. 1000 فامیل. 1000 فامیل. بله. قریه کلان است. بله قریه کلان است. خب مردم این قریه باز مصروف چه کاروبار است؟ مصروف شغلی از این مردم زیادتر مالداری و زراعت و باغداری و همه چیز زیادتر. بله. این خانه ها هموطنان عزیز شما اگر در تصاویر ببینین یک منزلش کاغل شده، 2 منزل و منزل بالا را کاغل نکردن و چه خوب یک نمای مقبول معلوم میشه. خشتی همه اصطلاح می محیط. بریم اما تو قدم بزن. بفرمایید. این آب از این آب به خاطر شستشوی لباس و همه چیزا استفاده میشه، به خاطر زراعت. آب زراعت هم هست. نوبت آب میدم باز روزی که نوبت آب باشه جو پر میاد، حالا باز او کمتر میستم. خب دائم او میاد به جو. بسیار خوب. دکتر صاحب در کل بر ما گفته میتونین که ولسوالی ساغر چند دانه قریه داره؟ تقریبا در حدود 120 قریه. ای ماشاءالله 120 قریه. ثبت راجستر. بله. خب این اگر اشتباه نکنم امو ازوم است که در زمستان میسازن. یا که به تنور از استفاده میشه و با دیگدان و چای دیکو پخته میکنن. خب این قریه برق داره؟ برق داره. بله برق آبی داره. سولاری هم داره. برق سولاری هم داره. شورای همبستگی ملی برق آبی داره. ولی نام خدا
بسیار زیاد معذرت میخوایم. بسیار خاک هم دارن. بله خاک هم داره دیگه. واه واه، این دروازه از اون دروازه قدیمی است. دروازه کلاسیکه. خب این قدیمی دیگه. شما ببینید این دروازه چقدر زیبا حکاکی شده. دکتر صاحب، در ولسوالی ساغر چند تا کلینیک است؟ هزینه چندین قریه را که شما گفتین، قریه هم نام خدا زیاد، چند تا مکتب است؟ در ولسوالی ساغر ما 6 آشیانه داریم در همه قریجات اطراف. یک کلینیک به نام CSC پلاس که اونجا عملیات سیزارین هم میشه، اپاندکس هم میشه. یک دو کلینیک BHC داریم، دو ساب سنتر داریم، یکی هم CSC پلاس. بسیار خوب بسیار خوب. از مکاتب اگر بر ما بگوین؟ از مکاتب چندین لیسه در ساغر، لیسه شیخ محمد ساغریه تقریبا از سنه 13-16 این تعداد ازی گذاشته شده و لیسه شیخ محمد ساغری طبقه اوناسه که او هم تاریخی ازی خیلی سابقه داره. چند لیسه هم به اطرافه. در حدودی 40 تا بالاتر ما داریم متوسطه و لیسه. ماشاءالله 40 دانه. بسیار خوب بسیار خوب. ما و شما و سرک عمومی روان هستیم دیگه. همین موترسکل ها تو سر صدا میکنن. همین دواندن موترسکل ما با بچه های شما فرق میکنن. یا عادت کردن اینجا؟ اونا اینا عادت کردن. دقیقاً. خب باغ و باغچه زیاد است. چیزی که با چشم زیاد میخوره باغ و باغچه است. با طور مثال همیجه باغ زیاد. خب بینم تو پیش میریم خیر است ان شاء الله. باغا را میبینیم. چند نوع میوه دارین در اینجا؟ میوه خب زیاده دیگه. اگه بگم تنها از سیب ما 8 نوع یا 9 قسم سیب داریم. تنها 9 قسم سیب؟ ناک چندین قسمه. زردالو خو چندین قسمه. زردالو چندین قسم زردالو هست. اونو زردالو های تجارتی هم اینجا هسته که فکرم با دیگه ولسوالی ها نباشه. ساغر از نگاه میوه سرشاره، میوه زیادی داره. از میوه خوب غنی هستین؟ بله غنی. خب دیگه بگیم تنها مالته و نارنج و خرما نداریم، دیگه همه چیز داریم. فقط مالته نارنج خرما نداریم و دیگه هم میوه هست. به شک والا به شک. نه خیلی خوب است. اگر سرکتان خراب است خب از این حال یک نقصه دگام داره. این میوه را دیگه فقط مجبور هستین شما خودتون همینجا نوشجان کنین به طرف شهرها به فروش به خاطر تجارت. این میوه به شهرها میره، به دیگه ولسوالی هم میره، در سطح ولایت غور به شهرها افغانستان هم میره، خصوصا به هرات. خب بسیار کم اگر بره به خاطر که سرک شما بسیار خراب. نداریم میوه اکثرا خراب میشه و دیگه سطحخانه هم نداریم ما. مشکل عمده ما اینه که ما سطحخانه نداریم. اگر این ولسوالی ساغر سطحخانه داشته باشه خیلی میوه داره، میوه زیاد. خب بس بفرمایید خانزاده است. و همچنین میوه ما از اینکه سردخانه نداره و همچنین پروسس نمیشه و سرک های ناهمواری داریم که تا به هرات یا به شخشرون به 150 کیلومتر و 140 کیلومتر راه. میوه به این شکل عادی خراب میشه، به اونجا رسونده نمیشه. از این میوه ما استفاده درست نمیشه. اگر بشودی که میوه جات ما پروسس شدی یا مثلا سردخانه های داشتی ما حتما از این میوه درست‌تر استفاده کردن تونست. ان شاء الله. این دخترکا را ببینید اینجا آمدن دیگه در پالوی جوی چگک آب میشینن و هم کفش میشوین به گفته خودشان، لباسای خودم هم اینجا میشوین و شما میبینید این قسمت یک قبرستان فامیلی است اگر اشتباه نکنم. این فامیلی است؟ بله فامیلی. این قبرستان فامیلی شما قصر سبز است؟ بله. خداوند بیامرزه کسایی که اینجا دفن است. خب این مسجد جامع قریه تاج‌الدین. خب بسیار خوب. هموطنان عزیز شما یک چند تصویر را ببینین. ما تو ادامه میتیم سفر خدا
با ما باشین، همراهیتان خواهان هستیم. آخوندزاده صاحب، تا جایی که ما معلومات داریم میگن یک حوض ماهی دارین که یک داستان بسیار جالب داره و در کنار از او یک دانه منار دارین که تاریخ از او برمیگرده. میگن 300 سال پیش از منار جام آباد شده و همچنان مسجدهای سابقه دارین که در او آثارات از 1400 سال قبل تال را مانده. حقیقت داره؟ بله انشاءالله میریم خود شما همو حوض ماهی ها را میبینیم که ما به نام چشمه ماهی ها میگیم که از قدیم الایام بوده و او به او ماهی ها همطور طبیعی پرورش میشه و همچنین مسجد جامعه هایی که ما داریم، مسجد جامعه قریه دی غازی که حدوداً 300 سال پیش از منار جام به اونجا مناری ساخته شده به همون حومه مسجد و همچنین خود مسجد هم به او ستونی وجود داره که به 107 هجری شمسی او ستون کندنکاری شده، ستون از چوبه که انشاءالله او را ما میبینیم و همچنین منار هم طوری که گفته میشه به وقت ماهوی سوری که یکی از شاهان غوری بوده او منار به پا شده بوده که فعلا دیگه به شرف سقوطه که اگر به زو همکاری نشه، مثلا یک کدام کمکی نشه یا بیونیسکو ثبت نشه یا مثلا به زوشی نشه کار نشه. انشالله میریم از نزدیک میبینیم. اونجا ما دیدم اینجا کدام معدن است؟ معدن خود در اینجا دیده نمیشه. ها این سنگ به نام سنگ گیم میگیم که این به تعداد ساختمان ها کار میشه به خاطر از اینکه اوش نشه فرو نریزه، این به خاطر همو کار میشه. سنگ است، سنگ ساده. بله سنگ گیم کاریه. خوب است. لالای ما تو قلندریش اشته خوب است. مانده نباشی. سلامت باشی. نام چی است؟ فرهاد. کجا رفته بودی؟ بازار. چی خریدی؟ آرد و روغانی. آرد و روغن خریدی. صحیح است. این خر خوب است که تمکاری میکنه. ولی او آرد چند خریدی؟ میچین همون تو قرض داشتیم دیگه. قرض برداشتی؟ ولی او خب بازی پیسه از زیر چه وقت میتین؟ گیر مو بیایی دیگه. هر وقت پیسه گیرت آمد میتی؟ ولی او در خانه چند نفر هستین؟ 4 نفر. پدر جانت فوت کرده؟ ولی او خدا بیامرزش. برو بخیر بری. اگر سمت دی غازی بریم مسجد جامع دی غازی و منار جلوتر میبینیم، بعضی به ماهی ها میریم به ما های مستر، اما سرعت شاید میتر از این برخواسته باشه. خوب است، همون تو یک کار میکنیم. عزیزای بیننده شما یک چند تصویر زیبا و دیدنی را از این قسمت ببینین و ما همون تا ایسا پیش میریم همون مناره که دربارش گفتیم او رو به تصویر میکشیم، همون حوض ماهی رو به تصویر میکشیم و مسجدی که آخوندزاده صاحب دربارش گفت او رو به تصویر میکشیم. همراهیتون خواهان هستیم، با ما باشید. که خانه را ببینین دوستا چقدر زیباست، که از گل و چوب جور شده به منزل 2 و این ستون از زیره ببینین چک چوبه. شما یک بار با خود فکر کنین سابقا دیگه تجهیزات زیاد بود به خاطر آبادی یک خانه، همین بلند کردن از این چوبایی که قدر هیکلشان بزرگ حتما وزنشان هم زیاد است، یا در خانه ها درگان خانه ها و مسجد هایی که ما شما دیدیم که بسیار کلان در منزل 2 در تپه در یک بلندی یک تپه که او را بردن و همی بردن از این کار کردن از این واقعا کار سخت بود. و برمیگردیم باز به مو فکر که میگفتن واقعا مردمای قدیم مردمای قوی بودن، مردمای با هیکل بودن. اونمو گپ سابقه است. شما اینجا را ببینین درخت ناب
این داخل خانه است چه رقم؟ داخل خانه. بله یک درخت ناک بوده، امی چند سال پیش ایره بریدند و این خیلی بزرگ بودی، بالای مسجد هم گرفته دیشت و بالای ازی سرار هم گرفته دیشت. خوی بله به داخل تسرا به اونجا کنه ازی به داخل تسرا اونجا ریجه داره و همچنین ازی آب هم استفاده میکنه. آب خوب است که در کنار از این آب فراوانه. زیاد است از اینا به منطقه داخل خانه. بله در داخل خانه و همچنین ریجام باز از این جوا آب میگیره و همچنین خودی هم استفاده میکنه از این. بشک والا آخوندزاده صاحب نه قریه‌تان بخی متفاوت است. بله الحمدلله دیگه قریه ها خیلی بزرگه، منطقه تنگ ساغر که هست منطقه کوهستانیه. مجبوریت دارن بسیار به یک کوچه های تنگی به یک جای مثلا زمینی بسیار اندکی سرای بسیار بزرگی بسازند که چند فامیل به زندگی کرده بودند. زمانی که ما طرف ولسوالی ساغر حرکت میکردیم با ما گفتن که ولسوالی بسیار سرسبز است، همون رقم بود، بسیار سرسبز بود. ما یک دانه بلوسک سیاه پوشیدم، گفتم بیا خیر است ان شاء الله. این طرفا میگن سرد است، گفتم از یک سو سیاه بپوشیم از یک سو هفته و در رخ ما بخوره یک ذره گرم خدا نگاه کنیم. ولی شما ببینین سیاهی بلوس ما از بس که خاکپر شد تبدیل به یک رنگ دیگر شد بخی. خب به هر صورت بریم بخیر. اما تو با ما همراه باشین، میریم گوشه های دیگه از قریه. نام این قریه چی بود؟ قریه دی قاضی. دی قاضی را هم به تصویر میکشیم، با ما باشین. هموطنان عزیز، تشکر از تمام شما عزیزانی که تا اینجا با ما همراه هستین. بالاخره به مسجد رسیدیم که میگن همون ستونه که از 1400 سال قبل در اینجا هست، از همون یک دیدار کنیم. همینجا هست آخوندزاده صاحب؟ خب بین که اول از ستون یک دیدار کنیم. یا الله نام خدا. خب یا مسجد جامعه قریه است. بله مسجد جامعه ای قریه، نماز 5 وقت اینجا خوانده میشه ولی نماز جمعه بعد جلوتر خوانده میشه. بسیار خوب. ستون هایی که به شما میگفتیم ستون های تاریخی انا همه هر دو ستونه. اینا رو ما به شکل محلی نگهداری کردیم و همچنین در اینجا سنه 107 107 به این نمیشته. یا سنه 107 است. بله از 107 هجری شمسی. چه جالب. این ستونا همیشه شما ماندین یا این همیشه بود؟ نه این دو دفعه تغییر تبدیل خورده. یک مسجد بوده به نام مسجد لاجورد. به وقتی که ساغر به نام ساخری بوده که او محله به نام فلان تیدره میگیم به اونجا بوده. از اونجا بعد از اونی پیش ازی به 800 سال پیش به همین مسجد جامع انتقال خورده که به او وقتی مسجد جامع یک مسجدی محلی بوده، مسجد جامع نبوده و همین مسجد جامع هم حدوداً به زمانی که بزرگترای ما قسم کنم این مرحله سوم که آباد میشه. مرحله سوم از قبل از خود ما معلومات نداریم که چند دفعه دیگه آباد شده و این ستونا که از اونجا آورده شده بوده اول به شکل ستون بوده، بعد از اونی بزی که اینا خورد بوده و همچنین قطعی از اینا از همین منطقه تا به اینجا هست، بیشتر نیست، همین قدره. اما همین سمتی که نوشتار داره ما اینا رو مثلا به اینجا شکردیم، جلو از اینا رو شیشه کاری کردیم و سمتایی که نوشتار نداره اونا به قد دیوار شده به خاطر ازی که از اینا دستبرد نشه، استفاده نشه، خدای نخواسته کسی اینا رو به سرقت نبره. به همین جهت ما اینا رو به این شکل حفظ کردیم. در کدام قسمت هم تاریخ نوشته شده؟ پایینترین به همونجا بعد از لفظ کلمه اعمالکم، پایینتر از کلمه اعمالکم ها اونجا 107 نمیشته سنم
همین تو سنه و 107 اما چون حالا گلالود و خاک آلود شده خیلی درست دانسته نمیشه و این هم آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم ولا تبطلوا اعمالکم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم و بعدا نوشته شده سنه 107. اوجه را ببینیم. در اینجا هم نوشتارهای داره. بله به اینجا همچنین نوشتارهای زیادی داره. نخوندم. جالب است. شما ببینید هموطنان عزیز. من همین خطی را اگه بعضی قسمت های خونده میشه با شما بخونم. بفرمایید. بماند ساله ها این نظم ترتیب زما هر ذره خاک افتاده جایی غرض نقشی است که از ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقایی. اهمی شکل به شکل نظم و شعر نوشته شده. اینجا باز اونجا نوشته کده مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق این مسکین دعایی. صاحب الخیرات حافظ برهان. این هموطنان عزیز قسم که شما در تصویر میبینین و خداوند شما مردم خیر بتن که شما به خاطر نگهداری این آثار باستانی و تاریخی شما ای را آوردین اینجا یک چارچوکات برش جور کردین و حدودا حاجی صاحب گفت که 2 متر قدرشه. حاجی صاحب شما بیاین اینجا. بله. اسم شما چی است؟ غلام قوس. غلام قوس. چند ساله هستین؟ 75 ساله. 75 ساله. ماشاءالله تر تازه هستین. بله شکر. نام خدا. چه کاروبار میکنین؟ کار والا که افتاده ایم کارو چنگ خونه یا چنگ کوچه نین خاکایی. دیگه از کاروبار مونده این دیگه. شما گفتین که یک 3 جای دیگه بود باز از اونجا انتقالش دادن اینجا. فقط به این مسجد 3 دفعه ما شد بیرون کردیم باز داخل کردیم. خب این مسجد 3 بار ترمیم شده. بله 3 دفعه چپه شده باز آباد شده. چپه شده محافظه از این نور تا نو بکردیم دیگه تا روز امروز. بسیار خوب بسیار خوب. این از چند سالگی به یاد شما است؟ فقط ما خود بودیم قدر از او بچه بودیم یا 10 ساله یا 12 ساله که اینو همینجا بود. بعد تا ما دیگه. انشالله. خب هموطنان عزیز واقعا که یک چیز امیر که میبینه نمو تاریخش آدم میبینه و نوشتار که دی حکاکی شده میبینه بسیار جالب است. بیاین که مسجد جامعه را ببینیم از او جامعه یک دیدار داشته باشیم. یا الله نام خدا. و تا حال را در غور سردی تمام نشده. شما بخاری بیلری رو میبینید اینجا قدر سرد میشه که اینی رقم بخاری نباشه دیگه آدم گرمم نمه. خب اینی ستونا همی ستون بعضی هست همی ستون است صاحب. این اون 2 تا 3 تا دیگه اینجا 4 تا اینجا هست. مثلا این از این مسجدهای قدیمه اینی ستون. او اینو سبک دیگه رقم تراشیده و دیگه رقم چیزی بوده. تراشیدنش فرق میکنه. 400-500 سال شاید عمر این مسجدها که مونده بعد از او ستون باز همین ستون مونده. چند تا یکی 2 تا یا این جگاه یکم مسجد بدیم ستون هم بسیار قدامت داره. تشکریه که ما به شما یک قصه بگیم که قبلا این مسجد به شکلی ساخته بود که وقتی که ما یاد میدیم همین جای همین مسجدی که فعلی هستیم اینجا یک تالار بزرگ بود گجبوری کرده بود که حالا بعضی از آثار گجبوری رو فعلا ما به دیوارهای بیرون اونجا جابجا کردیم که اونا رو هم میبینیم انشالله خود شما. همین ستونا به اونجا بود و او سمت مسجد که بود یک باغچه بود و این مسجدی که قبلا دیدیم که ستونای تاریخیه
این مسجد جامع همی بود. اما چون قریه بزرگ شد، مردم زیاد شد و مجبور شدن که حدوداً 8,500 نفوس به همی قریه دیقازی و همه قریه دیقازی که مربوط همی مسجد جامع میشه به این نماز میخوانند. بنابراین به روی زی ملحوظ ما او مثلا صباتی بزرگ و او باغچه را تخریب کردیم و اونا رو به مسجد تبدیل کردیم و از آثار یزو چند تا او یک ستون داریم از آثار همو مسجد سابق و یک ای ستون داریم و همچنین یکی هم او ستون داریم. اما او ستونای تاریخی که گفتیم اونا از مسجدهای خیلی قبلی بوده. تشکر. ما داریم. سلامت باشین. هموطنان عزیز، تشکر از تمام شما عزیزانی که تا دم با ما همراه هستین. اینجا ستونایی است که از مسجد قدیمی که در اینجا مردم نماز ادا میکردن از اون مسجد مانده که در این مسجد هم به کار بردنش و او ستونایی را که شما اوج دیدین تاریخ از او برمیگرده و بسیار سالهای 107. خب به هر صورت میریم آهسته آهسته به طرف مناره که در اینجا است. شما تصویرهای از این مسجد ببینید، ما آهسته آهسته خود میرسونیم به طرف منار. با ما باشید. دوستان تشکر از تمام شما عزیزانی که با ما هستین در این قریه منار قدیمی. شما داخل مسجد دیدین که امو ستونها قدیمی، سنگایش هم قدیمی است. این سنگ را که شما میبینین این قسمت میگن از این سنگا در این قریه 5 دانه است و سابقا اینجا قلاهای جنگی بوده و اینمی سنگ کلان که ما مطمئن هستم لنگر و وزن از این بسیار دیگه زیاد است. این از اینمی سنگ زمانی که دشمن حمله میکردن باز از بالا به طرف دشمن ایره پرت میکردن که یکیش فعلا اینجاست و دیگه 4 تا دیگه هم در این قریه موجود است و از اونها خاطر ما اینجا را گفتم باش که همینجا را به تصویر بکشیم. باز همون تا آهسته آهسته بریم به طرف منار. بین که بریم اینا آهسته آهسته به طرف منار با ما باشیم. پیشتر شما در مسجد یک اشاره کوتاهی از دوره غوریان داشتین و که سفر کرده بودن به کجا میشه امور بر ما درباره از این منار بود؟ این شکلیه که دودمان غوری ها که بوده از زمان معاوی سوری یا از مثلا زمان ملک شانسب که شروع میشه و قبل از اونا به شکل شاهی نبودن، مثلا ملک طایفی بوده یا شکلایی که با همون زمان بوده. اونها به اینجا سفر کرده بودن و ابتدای سفر اونا که بودن به امی ولسوالی ساغر بوده که قلعه مندیش ساخته بودن که یکی از قلعه قدیمه غوری ها قلعه مندیش بوده و او هم همچنین به منطقه مناکی قریه مناکی ولسوالی ساغر قلعه مندیش وجود داره و به او زمان همو ملک شانسب که بوده یا مثلا به نام بعضی تاریخ ها گفته شده ماهوی سوری که بوده، او رفته بوده به عراق به پیش حضرت علی رضی الله عنه و از اونجا به دست حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شده و همچنین به منطقه که آمده قوم خود دعوت به اسلام کرده و بناهایی که از تاریخ شروع شده یکی از بناهای ابتدایی اسلام که بناهای غوری ها بوده همین منار بوده. به گفته مردم محلی بلکه بزرگان محلی گفته میشه که 300 سال پیش از منار جام ای ساخته شده بوده که به او وقت مثلا هنوز تا حالا اینا به شکل شاهی تبدیل نشده بودند، مثلا به همراه شاهان غزنوی وارد جنگ نشده بودند و اینا به امپراتوری تبدیل نشده بودند. بعد از اونی که اینا مثلا وارد جنگ شدن به خوارزم، به چه سلطان خوارزم یا مثلا به سلطان غزنوی، سلطان محمود غزنوی و دودمان غزنوی ها و اینا توسعه طلبی کردند و بعد از اون دوره به ملک غیاث الدین رسید و
سلطان غیاث الدین تا به دهلی هند فتح کرد و از مشهد ایران شروع و همچنین هسته‌های بسیاری از تاجیکستان و از ترکمنستان و از همچنین شکست ازبکستان و پاکستان و سند تا میرسه به دهلی هند میرسه که باز بعد از اون قطب الدین ایبک و بعضی از شاهان دیگه و سلطان رودیه به هند اونا چی کردن پادشاهی کردن و همچنین دودمان غوری ها بعد از اینکه از افغانستان شکست خوردن به قول بعضی از تاریخ ها 300 سال بعد از او به هند اونا پادشاهی کردن که از دودمان غوری ها بودن و این مناری که ما شما به پهلوی از این منار وجود داریم و این مناریه که تا فعلا به کدام مؤسسه ثبت نشده و ثبت رسمی نشده و بارها ما مثلا پیشنهاد دادیم به ارگان‌های رسمی دولتی، ارگان‌های مربوط، اما با ما گفتم ثبت یونسکو نشده، ما به او شکل مرمت و آباد کرده نمیتونیم و بارها مردم محل قصد داشتند که ایر آبادی کنن و بازسازی کنن، اما به خاطر از اینکه بازسازی درستی و اساسی بشه و طبق نرم درستی بازسازی بشه به همون سرحد ماندن که ما هم تقاضا داریم که به بازسازی از این کوشش بشه و این منار بازسازی بشه و این منار از این سمتی که دیدیم از این سمت یک دروازه داره که داخل ازی می شده و این شکل پیچاپیچ تا به بلندی ازی پیچاپیچ زینه بالا می رفته مثل منار جام، مثل منار جام، اما 3 قسمت ازی از بین رفته، یک قسمت مونده و به خشتای پخته که شما می بینید بسیار نقشای اساسی کار شده، به شکل درست کار شده که کارهای از هم همچنین از شاکارهای قدیمی غوری ها بوده. تشکر آخوندزاده صاحب، تشکر از شما. خب هموطنان عزیز، منار را که شما در پس‌زمینه تصویر می‌بینید واقعا که یکی از آبادات تاریخی کشور ما و شماست. ای کاش روز برسه که ریاست اطلاعات فرهنگ در این عرصه توجه بیشتر بکنه و بیای ای دوباره آباد شوه و شما ببینید اگر این منار دوباره پس بازسازی شود چقدر گردشگر از دور و نزدیک به دیدن از این بیاید مثل منار جام و میتونه اونمو گردشگرا و اونمو کسایی که بیاین به این قریه سر تمام اقتصاد از این قریه هم تاثیر داشته باشه. اولا که گردشگرا زمانی که بیاید شاید سرک از این آباد شود، سرک که آباد شد و می کسایی که اینجا بیکار است 1000 کار و پیشه پیدا شود. بازم تشکر از تمام شما عزیزانی که تا ایدما با ما هستین. شما یک چند تصویر زیبا و دیدنی را از این منار ببینین. ما آهسته آهسته میریم پیش چشمه ماهی. با ما باشید. هموطنان عزیز، تشکر از تمام شما عزیزانی که تا ایدما با ما همراه هستین. این قسمت رو ببینین خانه نو آباد میکنه، چقدر همون تندورخانه و داخل خانه که وارد میشه آدم یک نمای مقبولتر و زیباتر داره. بین دکتر صاحب اینجا بین. آخوندزاده صاحب بفرمایید. جا داره تشکری خاص داشته باشیم از حامی مالی برنامه ما انرژی آیس کینگ. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را احساس نموده و از لحظاتتان لذت ببرین. طعم خوب داره. شما هنگام سفر میتونین از آیس کینگ استفاده کنین. بفرمایید نوش جان کنین. دوستای عزیز، ما هم انرژی خود نوش جان میکنیم. شما یک چند تصویر زیبا را از این خانه ها ببینین. ان شاء الله نزدیک به چشمه ماهی شدیم. با ما باشین، همراهتون خانه هستیم. خسته نباشین. خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ الحمدلله خیر خیر. کوکو شما خوب هستین؟ بخیر خیرتی است. خوب. همین نان خشک که مندازم میاین دیگه. حال بخیرم سیر هستن. بله بخیر سیرم نان خشک انداخته شه اینا میایم این نار حمله میکنم که بخورم. چقدر مایه‌های کلان در اینجا است. من یک چیز درباره از این چشمه شنیده بودم آخوندزاده صاحب. میگن کسایی که از اینجا ماهی بخوره یک آفت بالای خانوادهش یا بالای خودش میایه. یک خط داره؟ دیگه یک چیزی گفته شده از قدیم تا حالا گفته میشه، اما ما تو چشم سر خود ندیدیم، ولی همی از زمان قدیم تا حالا همی گپ گفته میشه. گفته میشه اینو میگم. بله. خب حالا ما اجازه داریم از این ماهی بگیریم ببریم بخوریم؟
اجازه نمیدم، مردم این محل اجازه نمیدم که ازی گرفته بشه. میشه شکل طبیعی که هست، اینا برای نظافت ازی چشمه هم خیلی خوبه و همچنین نمایش طبیعی هم داره. به روی می ملحوظ مردم به اینا ارزش میدن. به شک والا به شک. خب شما از این منطقه هستین؟ بله. چند سال میشه که ماهی است؟ یارو کسی یادآور نیست، از زیاد سال میشه. از همین سابق تو هنوز زیادتر تاریخ زیاد تاریخیه این چشمه. حدودا میفهمین چقدر ماهی هست اینجا؟ دیگه میتو معلوم نمیشه، ماهی رقاصه به همگی زیاد هست نامه. زیاده، به همین جوها اینا میره و ماهی زیاد هست. و جالبتر از ماهی این چشمه است که چقدر آب فراوان داره. بله آب از این خوشبختانه خشکا هم که میشه کم نمیشه و او زیاد هم که میشه او از یک رقمه. همون یکسان است. یکسان است. بله. نام خدای درختای بهیس اگر اشتباه نکنم. بله اینا دیگه. تازه شکوفه هم کده در چهار دو بغل از این چشمه. او خانه است یا مسجد؟ خانه است. خانه است. بله. او خانه است کی است؟ چقدر خوشبخت آدم است. خانه از مانه از بروزه از مانه. بله. شما ببینید همچنان بالکن از او خانه رو ببینید، پیش رویش تو یک چشمه باشه و دو چشمه ماهی باشه و درخت‌ها رو ببینید. خب یک چیزی که جالب است اینجا، این اگر اجازه بتین فکر نکنم کل قریه هم در سیر شوه و از اونها مخاطر همون نمود قریه از بین میره و چی خوب کار کردین که شما برای هیچ کس اجازه ندادین که از اینجا ماهی ببره با خود. این مردم که هست مردم مذهبیه. باز این بالا که هست زیارتی به نام حضرت شیخ محمد ساغری. باز مردم زیادتر عقیده‌مندم که به می بسته و تحت نظر از پیره. و سابق تا مردم کسی دست نزده بی ماهی و کسی نگرفته. نمی قصه را از این چشمه رو ما شنیده بودیم، میگفتن نه تو چشمه از ساغر که اگر کس ماهیش بگیره بخوره ببره با خود یک آفت میایه بالا از. و اتفاقا هم افتاده میکره. افتاده همین اکثر هم تو بگرفته سه میکنه یک حادثه پر خورده. انو بعد مردم زیادتر عقیده دارو مردم. تو کسی اینجا بوده چی اتفاق براش افتاده؟ مثلا اتفاقای بعضی بیامده بگرفته مثلا موتر چپه شده و بعضی گرفته تا مرمی خورده. همون روز و همون شو. همین تو اتفاقای افتاده و مردم زیادتر باز به نمو باز عقیده‌های از اینا بیشتر بس چی شده. بیادر بیان که از این نمیشه کم او طرف بریم. کال ما بسیار یک مسیر طولانی را پیش روی خود داریم. بیان اون قسمت ها را به شما نشان میتیم. اینجا دیگه مایای کلان زیاد هست. خب این قسمت هم مایی داریم. شما ببینین اینجا دیگه خردام است. مایای کلان اینجا هم است. جالبتر از این دو بخش اینی بخش است که اینجا هم ماهی زیاد است و هم ایلاست. اینا تو میره دیگه به طرف قریه و اینمی آب میره به طرف کشت و زراعت مردم ولسوالی ساغر. از اینمی جا دیگه اینمی تو قرار ماهی کس یک تعدادش اینجا استاد است، همینجا است. شما ببینید همینان که پرت این قدر زیاد میایه، تعدادشان هم بسیار زیاد است و از اینمی جا به طرف پایان هم میره و میگن اونو آب که از اون طرف چشمه میایه، از اون طرف هم چشمه ساغر، از اون چشمه بزرگ، از اونجا هم دیگه مایا گفت میاین که رنگ از اون فرق میکنه. حتی اگه شما مشاهده کنیم رنگی او هم فرق میکنه. اوی از او چشمه که هست سیبیده، اوی ازی سیادل سیاه رنگه و همچنین این چشمه که هست چشمه او طبیعی گرمه، یعنی او شکل خیلی گرمی زیاد هم نیه و به فصلای سال هم که هست اوی تغییر هم نمیکنه، کم هم نمیشه و همچنین اوی سرد و گرم هم نمیشه. با امو طبیعتی که داره دائم با امو طبیعت خوده. زنده باشین، سلامت باشین. یک نقطه ای را که ما متوجه نشده بودم آخوندزاده صاحب بر ما گفت، ببینین راست میگه، در همین یک نقطه آب دو رنگ است. از یک چشمه که میای آب یک رنگ است، این چشمه که در اینجا است این آبش دیگر رنگ است. آخوندزاده صاحب در اخیر برنامه قرار داریم پیام کلامی داشته باشین برای وطندارای عزیز. کمره ما در شماست. ما طوری که قبلا هم گفتیم بازم دوباره همچنین تشکر میکنیم از کارمندای رادیو تلویزیونی طلوع که زحماتی که و همچنین به این منطقه ولسوالی ساغر ولسوالی دورافتاده آمدن و از مناطق ما و از همچنین رسم و رسومات اینا دیدن کردند و ما پیامی ما به تمام ملت ساغر و همچنین به تمام بیننده های رادیو تلویزیونی طلوع اینه که هر اندازه که میتونند از محیط زیست خود استفاده درست بکنند و محیط به شکل طبیعی و واگذارند تا اینکه به مرور زمان بلکه بهتر بشه از این که بوده.
پیام ما به همه اینا که تشکر از شما. سلامت ناجی صاحب، خیر ببینین، سلامت باشین. قربان شما، لطف دارین. عزیزای بیننده، تشکر از شما عزیزانم که تا اینجا با ما همراه بودین. ما و شما پیش پامیر سیکلت خود خداحافظی میکنیم. شما یک چند تصویر زیبا را از این چشمه زیبا ببینین تا پایان برنامه را با ما باشید. هموطنان عزیز، این بود قریه های مختلف ولسوالی ساغر که امروز ما به تصویر کشیدیم. شما ولسوالی ساغر را دیدین که چقدر زیباست، چقدر جاهای تفریحی داره، چقدر جاهای تاریخی داره که ما از چندین جایش دیدار داشتیم. مناره که تاریخش برمیگشت، میگن که 300 سال پیش از منار جام آباد شده بود. آهسته آهسته رسیدیم به بخش پایان برنامه. جا دارد تشکری خاص داشته باشیم از حامی مالی برنامه ما، شرکت صنعتی پامیر سیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در افغانستان. پامیر سیکلت همیشه برتر، همیشه ماندگار. تشکر از تمام شما عزیزانی که تا اینجا با ما بودین. تا دیدار بعدی، تا قریه به قریه بعدی، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.